دقیقه هر نفس قیمت شمار، ساعت تازنده را دنبال گیر، سال نو آرد تو را سوقای نو، فتح نو، شادی به همتای نو. سلام عرض میکنیم حضور یکایک شما دوستان به نهایت گرامی قدر ارجمند و اهل نشستگانی که امروز این تالار با شکوه را با سیمای خود باز هم زیباتر میگردانید. خب سراول فرارسی سال نو میلادی را به هر یک شما صمیمانه مبارکباد میگوییم و تمنا میکنیم که آن آرزوهای کهنی که در سال گذشته عملی نگشتند در سال نو میلادی 2020 عملی گردد. بار دیگر خوش آمدید، قدمهاتون نوری دیده تاجی سر و چنانه که شما دوستان گرامی قدر هنگام خریداری چیپته ها اطلاع دارید، چیپته های شما چیپته های برناک هستند، علاقه توفه ها در صحنه آماده هست. بعد پخش هر یک پیشنهاد سرود از جانب هنرمندان بازی لاتری میشه، یعنی که بازی بردناک آغاز میگردد. با همین خاطر تاکید من برای اون بود که اما رقمای چیپتاتون هر لحظه نگاه کردن گیرید. خب سلامت باشید و ما یک تصمیم گرفتیم اینجا شاه جایزه داریم از همه تحفه قیمت بها. ما مصلحت کردیم اگر در تحفه رو در بازی مانیم یک نفر صاحب شاه جایزه میگردد. این عمل فکر میکنم که در سال نو اونقدر خوب نیست و ما تصمیم گرفتیم که انمی شاه جایزه انمی شو کنسرت تحفه به همه انمی تماشابینان باشد. این شاه جایزه با فکر شما چی است؟ خب اینجا ای همه آوازی بلند بابای مرگن گرفت. آفرین، آن همین شاه جایزه بابای مرگن مرمت. کی بابی میگردو؟ این کراکی سهرناک بودای من نام در درونی خونه بودمه در یک جایی اینه میگه نفسگیر بشی کامپیر مجبور کرده سه حسم گوشکان بس ببور خیلیت رحمت اینو با کی بفرطانه گوش کنم؟ بابای سهری وای بود، بابای برفی بود، آزی او هم رسیده میاید تا آخری برنامه. یعنی که رحمت و بابای برفی شما را در داخل همین تحفه جا کردن و اینا شما شاه جایزه با اهل همین تماشابینان تالار هستید. خیلی نمیگوشت زورو میرسه. خیلی نگاه کدامش که زورت میرسه هموش. من یکم کمپینم نیاوردی چی باشه. السلام علیکم نمیرکای بابیش. حندلکای باباش. خدا خوردش بابی. برف میزنه گفته خدا خوردشی. باز من سر میکنیم اینویم که در سالی آید که همانتون سازی همین زمیت خورسند بگرده که خم حیران بمانم خم به صاحب بمانم این همه کنیه دارم. خب سلامت باشید و این تمنیات بابای مرگم بود دوستان گرامی قدر برای شما و در بازی های نوبتی هم بابای مرگن همراه شما هست و شما استراحتی با فراغت تمنا میکنیم و اینک نخستین سروده که منظوری شما میگردد از جانب هنرمند شناخته فرزند استاد گرامی قدر تقای براد خوشوقتو اکمل تقای براد.
با قصدک ها استقبال بگیریم برامد چشمان جادو جان و جانانی من آتش عشقش فروزان گشته بر جانی من آتش عشقش فروزان گشته بر جانی من دل اسیر عشقی و من غلامی حسنی و دل اسیر عشقی و من غلامی حسنی آن گل جادو سخن گردیده مهمانی من آن گل جادو سخن گردیده مهمانی من آسیه چشمان جادو چشمانی جادو شبستانی من کار باشه در نظر زندگی به روی اون چرخش ماهی منور در شبستانی من تازه گلها در چمن هرچند بیش گفتنه تازه گلها در چمن هرچند بیش گفتنه این گلی بی دستانی من این گلی یگانه ای من بی دستانی من آسیه چشمانی جادو جان و جانانی من سلامت باشید دوستان گرامی قدر چنانه که در اول اطلاع دادیم چیفت‌های شما چیفت‌های برناب هستند و اینک شروع میکنیم با بازی لاتریا اگر قوطی رقم ها آماده باشد مرامت به صحنه بیارید دوستان گرامی قدر در برابر اونه که عین حال تحفه ها پیشنهاد میگردد برای بازی یکم نبار برای آشخانه همه چیز من در کارم اینه نبار بازی نوبتی ده نبار بودن مامام چه خیلی کیوانگی ده سازه یا که عجوی بوده که خدا میدونه نصیب کمپیری مامد شما یونی خب رقم بکشه
می‌دونی کدام شخص خوشبخته اولین شخصی که در همین تالار صاحب توفه میشود چیزی داره چیزی داره در تالار یکم گرده بالون میبینه اما سراخم رقم را نگاه داره خب رقمی علی بی سری همه خمای شمانی رو میگریزم اونجا با پسبون دارن دایی خیلی بو خورنا بلی بو رقمی 0020 رقمی 0020 0020 ترجمه که شوخی 0020 بگو 0020 ترجمه کردم منم مرمت کدام باشد مرمت برد یک نبور برای اشخونه برد کردن مرمت بیان بگیرن رقم تکرار میکنم 0020 وای تز بیو 0020 تز بیو که بوی مرگن بگیره میرسه خب در برابر که توفه گذاشته میشه دوستان گرامی قدر اینجا کنورتور را بیاریم اینجا هم بازی سالینوی هسته بین کخش آمده طرف تماشابین اینجا بازی سالینوی هسته اگر اختیار در شما اینجا سورپریز ممکن در داخل همین لیفافه توفه گذاشته شده که ارزش اون نباره زیادتره یا ممکن کمتره این اقبال شما وابستگی داره خب اختیار در شما کنورت انتخاب میکنین یا نباره تماشابینا یاردم که نشه حالی بسته این خیلی نمیشه کن حالی به ما بیچاره فریم نخره گوشت ایجی بیا اشی بیا این لغ نمیکنم حالی که این رو گوش کن ای بای مرگن بگه چیه که بلقا فایدهش بسیار رای با این تخم لق میپرتایم ویران شده اوشتی چی میگی؟ این تخم لق میشه که مرغا وقت چوجه خواب میکنه تخم لق میشه او رو میپرتایم با ویران شده اوشتی مسلمان جون انا من تخمم کو این لقیدن لق شده بله بلقانی لق نمیشه رحمت اکا انتخاب شما کنورت یا نبار این برای همه کامل در کل این خیلی برای همه سالینوی همه مرمت او شوا ترسا خب بردی نوبتی اول نومه داری یا پدر که دیگه میتیشی شالکا خیلی برای یکم تر مومو بگذار مبارک باشه بچه مبارک باشه توفه نوبتی بیایی بچه توفه نوبتی شما معرف کنید بابای مرگن هیچ لقاندن در کار نیست نه خودش لقه کرد خب یک از خواهشمند ای تالار مرمت یک وای بگیرن رقم انتخاب کنن یک نفر بیاین رقم ختم بخونه 0419 0419 بود ترجمهش کسی مرمت 0419 چیپتشون بگیرم بیان پیش ما اگر همیجا باشه خب 0419 مرمت هستن نباشنیشم بابای مرگن بگیره این انیق مومن داره
خب چیپتر آقای کنید بینید که اصلا موفقه کنید خاندان تنه بزنید خاندان تنه بزنید او یکم بسیار خرید کنید خب تصدیقه ها اینجا تماشابین بسته بسیار خطانه تماشابین نگریزن و با فکر میکنن که چی رسیده سه خب انتخاب کانورت یا اینکه توفایی که ارزش مایه نه من هیچی نمیگم شما نگاه کنید من هیچی نمیگم اول نام تو بگو که تماشابینم بفهمم که این خوشبختیه نام من گل بود فهمیدی نه؟ گل بوی چی انتخاب میکرده باشه؟ اینجا با قایده اگر کانورت انتخاب کنه همینجا کانورت هم میکشه کدامش؟ خوشبو فکر کانورت یا دستی من بودگی یا دستی بابای مرگم بودگی؟ دستی بابای مرگم حالا دیگه این اکمام کانورتو رو من میگیرم دست این خیلی دیگه چی رو بپرسم این خودش معلوم های نه یک کس ایسا یا رو شناس گفتی این مومن نداره بشوخی بعد بیچاره که به طبیعه میمونن یا مومن میون تو رو در سالی نو پرمان نکنه تو این مومن تو رو جنگ نشی مبارک باشی یک خرسک ترسک مبارک شما خوشم این اکمال رنگی خودت اکه زنکلون بگیم یکی قارش میکنه یانگم حرمت نکرده یا یانگم یکون خیلی پخت پاس ده شروع ده میکسر انتخاب کرد تو کانورت نه نه مالی چیزی خوب همون چیزی که لخونک بود چی بود نمیده هم کرد دریا مرادی یکون سنگ ننداخته باشم بردی نوبتی با استاد بیو بگو بردی نوبتی درز مول خب مرامت یکون کس ایتولار خویشمند بیان یک نفر بیان با خاطر شفافیت بودن یا نمین بازی مرامت خب اومختی کردی یک جای کردی خب رقم اختار بخونه 0241 0241 مرامت اکی آلوسالم 0241 قرصک مبارک شما اگه کانورت انتخاب میکنه آخیر کانورت دست اگه بگیرم کانورت انتخاب میکنه مبارک شما موافقه کنید تصدیق کنید مبارک باشه بچه مبارک شما خب همین هر یک انسان یک چی میگن یک فکر و یک عقیده و یک وقتی عمل میکنه در کدام کاری ده که باشه همین کدام مقصد خطی با مقصدی برد خریداری نمودین چی طرح یا که با مقصدی که خیلی او دی همین کنسرت ده اشتراک کنین و حلوات ببرین کدام مقصد خطی موزه با مقصد اشتراک در همین کنسرت خب این هم فکری خوب است یعنی که توکل کردن با فایدهش زیادتر میرسد خب قاعده همون قاعده کانورت یا اینکه دستمال کانورت همونجا میکشویم دیگه کانورت مرامت که اکی تخمینه بکشو خب ایروی از 80 زده سه یکی از $100 میروه برور چه نموده شده خب این تنها بازی سالی نوی است این خب 50 دیرم این یک توفه این چی میگن اما نوبراری اخیران سال 2019 برای شما باشه تمنا میکنیم در سال 2020
فقط بردهای عالی نصیبتون گردد. سلامت باشید. حمید حمید جان حمید نام داشته حمید جان دیده که توفه مالی زنونه مالی زنونه گفته نگریف بچه مثل بچه زیغ نشو میر نه من زیغ نمیشم کامپیری ماموتو با پوفک چی؟ پوفک؟ پوفک؟ زاتا پوف میکنی پوف میکنه بازن در قایده تیپ استفاده میکنن آخی پوف کردن پوف بسیار چی فایده نکرد پوف قطی یکم چی خنود میشه شما گفتنه که این سال 2020 فقط پوف کنه نه خودش میدونه اگه کامپرت انتخاب نکردن ایشون نمیدونه نه که گوه پوف کن گوه پوف کن سلامت باشیم. خب انتظار میشویم دوری نوبتی بازی رو. اینک روی صحنه برای بالیدگی خاطر شما با این مرگن کی میروه با فکر خود نوبتی که حالی چی بگه حمید جان نه حالی بیسته حمید جان زیغ نشو بیه و کروکی خالی بود هم 50 دیدم هم فایدگی دی خوبه خوبه بچه یعنی کی میروه میگی ما همه نگاه دارم کو چوکت بابی اینجا زمین تر نیسته که خوبی برق داشته باشه همون چیده یاد دختری خوشرو تافته شایی کما بیا بود بینه بابا مسلمه مسلمه خدمانه همین قدر همین مسلمه علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان مسلمه چهارشنبه و استقبال میگیریم با کفکوبیای شما بحری فراغت شما مرحبا بیا بگوشاخی بابی زندگی هر لحظه سنگم میزند ناکسان از پشت لبخند میزند قسمت و تلخیست با من آشنا دشمن و جان است و لبخند میزنند قسمت و تلخیست با من آشنا دشمن و جان است و لبخند میزنند دلم در عشق تو آواره گشته سرم محتاجی هر ویرانه گشته با دستی آشنای دل بدادم دلم در دستی او غمخانه گشته آشنای دل بدادم دلم در دستی او غمخانه گشته زندگی هر لحظه سنگم میزند ناکسان از پشت لبخند میزند
آواره گشته محبت را به جانم پروریدم سخن از او بیگفت هر کس خریدم محبت را به جانم پروریدم سخن از او بیگفت هر کس خریدم زندگی هر لحظه سنگم میزند ناکسان از پشت لبخند میزنند قسمت و تلخیست با من آشنا دشمن و جان است و لبخند میزنند قسمت و تلخیست با من آشنا دشمن و جان است و لبخند میزنند سلامت باشین. قرصک قرصک قرصک. برای فراغت شما، برای بالیدگی خاطر شما روی صحنه دعوت می نماییم پرویز نرزولایوف. قرصک. مرحمت. استقبال بگیریم. مردم سربلند ایوان سال نو همه شما مبارک شد. سردو بارش بود. مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو دلجوی نیست دارد گل من عجب روی خوشه دارد گل من عجب روی خوشه دارد گل من عجب روی خوشه دارد گل من قسم بر نام یک تای خداوند که گیسوی خوشه دارد گل من مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو دلجوی نیست عشق پاکی تو فسانه بماند عشق ما جاودانه بخوانم عشق پاکی تو فسانه بماند عشق ما جاودانه بخوانم شعر و رازی عاشقانه با صد سوز و کلام تاجیکانه مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو خوش روی نیست مثل تو خوشبوی نیست بسوختم در فراقت مثل تو دلجوی نیست مثل تو دلجوی نیست. خب بردی نوبتی پشکه برقی ایتولار بیره یک نفر ها یک نفر ایتولار خویشمند بیره یک نفر ایتولار یک کاغذ گیریم یک رقم 0413 0413
ای مبارک شد ولی رقم نگفته جوش خسته که نول گفتم جه روز 413 دلکه پیش مده مرمت کنورت یا کی؟ درست؟ تصدیقی کنورت یا کی؟ کنورت کنورت خودت یک چه انتخاب کن خب تخمینه بکشو کنورته بیا خودش بکشو یا شما خودتون بکشو خب خوشه یک سومون یک تا چوپا چوپس مبارک شد مرمت خب این از طول وابسته است خب مرمت بردی نوبتی خب نبار چوینیکو پیولا خب یک نفر خواهشمند مرمت یک رقم بگیریم رقمی 0490 یعنی که 0490 خب درست نخوندن درسته اگه وای ندارم 0490 مرمت بردی نوبتی 0490 اوهو خرسک یکی از شخصیت های فعال جماعت ستاره سرخ مشهور با نام خب اگر شما اگر قایدی بازی رو میدونید انتخاب در شما مرمت نبور چوینی پیالا یا کی کنور بو میگم که کنور خیلی اون دو نفر تولشون بلندی نکرد کنور بردی بلندم داره انتخاب در شما مرمت شما خودتون بگین کامیرا نبار میگم اگمال دا پدرک میگم که ناوخونه شدی مبارک شد دیدی راست میگن اکمال اینجا ناوخونه بسیار یک اگر اگه بلیت دیگر برومد ناوخونه بسیار میگن مبارک شد میگی اخیرشا یزده باشین خیلی باشه خیلی از همون دوری 18 سالگی که من ندیدم تو ما خودم یزده میگرفتیم تاگه خب بردی نوبتی تفل چای جوشونک یوونی خطی مرمت رقمی ایسری نو یک تا بگیر یک تا 0046 اوه نول بین بیله چکی اکی عبدالسلام درسته تصدیقه نول قایدی بازی رو میدونی حوزی ما یک چیز حیران شده همین نول گفتم اوجه ای خستگه ایجوش یکم برنامه کنسرتی رو تماشا کنید که فقط هم خیلی لطریر نگاه داره کنید تماشا کنید کی خون در بینه اوجه حافظ بای خون کی بود؟ دیدی انا مسئولیت فقط بلیت نگاه که دیگه دیدی خب قایدی بازی رو میدونی کنورت یا که تیفال کدومش تیفال کنورت یا تیفال پشیمان بشی مالا انتخاب در شما مرمت خب بردی نوبتی مالش بردی نوبتی حالا میوه گیرک دعوت کنیم بعد برای که مردم با فکر نکنه که ما خودمون خیلی چشمی کسیم تو بیو 0026 انه کنورت نگیرم کنورت نگیرم انه
خوب بیلش بینید اکی عبدالسلام آنیخ کانورت میگیرم کانورت های کانورت توقعی کانورت سوی بشکتینه یک چی انتخاب کن خب شما طرف تماشا بین کویدی بوزیر علاقه میدونین یعنی آیم جو خیست ما گفتم کانورت میگیرم این خوب بینو خواد شروع شیرینی بهترین حاجه در سولنا زیواشکا یک دانه پوفا این بچه چون کانورت همین اخیران کانورت دو کانورت دیگه ما در کدام انتخاب کنه برد میکنه خب شما پشایمان نیسته کانورت انتخاب کنه دیگه پشایمان نیسته الان خیلی مردک شیرند اکم مبارک شد شما در سالهای نو نقص بذارانید اخیران ناکامی در همین سال نو باشد در سال کهن باشد تمنا میکنه که سال نو ده هم کروتون چاز رفتن گیره خب بردی نوبتی بوی میرگن یک رقم بگیرین یک رقم بگیرین من نمیدونم شما یک خیلی گرفته چه که هیچ که نمیویم بخیر شنگتم خب خودت بگی اکی بابی ایتور و ایمو در رفت دیگه ایتور تار بگیره و ایپویون ایمو در رفت دیگه ما گفتم ایتورش بگیرم نه ایتورش حالا که یک دقیقه این سیری توف داره چه؟ من نفهمیدم اخی برای چی توف بیدی؟ 5-6 میایی دسته چی کنه؟ این توف منفعتی بسیار داره من چیزایی سخت ملایم میکنه من زن زدگی رو میرونه خیلی باید کم کم چسبک میکنم چسبک میکنم یعنی که توف و فایدهش بسیاره حالی با جایی هسته که اگه گفتم بسیار شده در توف کدگی رو فهمیدن مجھے آشی برامد یک بگی که توف کدگی با بسیار در چسبک دیگه میگم اولی تو بکن بکن با یکان میرم خفه میشه و یتش عدس یه موی دیگه نقشه گرفت خودت ببین که من ببینم دیدنی هم باشی نمیتوه خب 0369 0369 مرمت 0369 یک نباری بسیار هم خوشرو باشی نمیرکی بابیش اینجا کویدی بازی رو میدونی شما علاقه اینجا پیش خیلی میره که اکی ریزومشی کانورت گرفتن ده کانورت یا که نبار حالا به کتیکیوم دیگه جا کتیکیوم دیگه چچم ای انا اوچسته خیلی نبار رو بگیر بوفت مانیا کنجش خولی ای نباره بچه ها میکنه کانورت بگیرن دیلی خدا چی گفته؟ بیا ما اعتراف بستم دیل چی گفته؟ کانورت یا که نبار؟ نبار مرامت خواهی نبار اگه خیمچکی ملایم کتی توی جرام دیگه ده لحظه فراغت مرامت بردایی که رقماشون اعلان شدگن در همین صحنه مبادا پیدا شدن مرامت اومده بگیرید رقماشون یک بار دیگه تکرار میکنم 0128 خب 0001 مرامت اگر وایشون پیدا شد سویگوشون پیدا شد تو جنبستی همین برنامه را بعدی برنامه ما قبول نمیشه این قاعده را شما در فهمانده مانم خب برای فراغت شما نوبت رو به هنرمندان میدهیم اکمل تقوی مراد مسلمه چهارشنبه و پرویز نرزولایف با اون خاطر ما پایدر هم اعلام کردم که مرامت بیرقصد بیبازد سرودها پایدر هم میرود مرامت های از تاری چنار انار میگیرم من های از بخشک یار دو تار میگیرم من های از تاری چنار انار میگیرم من های از بخشک یار دو تار میگیرم من های از بخشک یار دو تار گرفتم نشد های در سینه یار قرار میگیرم
خطر نداشت. عجب شیرین کلامی تو بمیرم من برای تو سخنهای شیرینت را فراموش کردنم مشکل از اول گفتی ای حافظ دل و جانم فدای تو آن حرفی اولینت را فراموش کردنم مشکل فراموش کردنم مشکل لبانی انگو بیند را فراموش کردنم مشکل نگاهی آتشینت را فراموش کردنم مشکل لبانی انگو بیند را فراموش کردنم مشکل نگاهی آتشینت را پیچیده بود صوفانی تو بر گردنی آشی دو زلفی نازنینت را فراموش کردنم مشکل ندادی جا بر قلبت مرا دل داری آهن دل بدون که آنجا بینت را فراموش کردنم مشکل فراموش کردنم مشکل لبانی انگو بیند را فراموش کردنم مشکل نگاهی آتشینت را فراموش کردنم مشکل لبانی انگو بیند را فراموش کردنم مشکل نگاهی آتشینت را سلامت باشید و دوستان گرامی قدر اینک لحظه های حساس باز میگذاریم با قسمت بازی در تره مرمت. خب بردی نوبتی را اولا معرف کنید. بردی نوبتی هم من خبرو بینی تو را بعدی برده دیدن. خب اینجا کامرت هم هست کامرت با آیا تون نروره یانگام دیگه در دیدان چای نجوشنده سای خب مرمت سه بردی دیگه ها تمام. خب این آخران و بردهایی که ما پیشکش شما میگردانیم علاقه شما دیده استودنت حاجتی معرفی نیست. مرمت بیا ایتولار یک نفر بیا ایتولار بیا یک نفر بله وای گو همه یک بار ما یک تای تو رای میگیرم دیگه نمیام. آخه تا یک باید توف میکرد بای میگم اوره توف نکرده 0064 مرمت کسی میشه 0064 0064 مرمت کدومه که باشه آنمی
چای جوشانه که برد که دیگر مرمت بردی نوبتی چای تلفنی موبیلی اوه تلفنی موبیلی ایو میگه اگر ما ببرم اینترنت کار میکنم اختیران که اینترنت کار کده نمیشه این فقط بروی ما الو جواب میتی تمام خب مرمت رقمی 0056 آنا بوی میگن اومد او خدا رقمی نبده تو تنو لیا 56 آنا نه که صاحبش بچه زور قاید بازی را علاقه میدونه و بوی میگن کویا که کانورت انتخاب بکنه نویره این نویره نه هم قدر با اخلاقی هم قدر بسواده کی هم قدر چاپونه که فکر نکرده کانورت انتخاب بیا یک واریانت دیگه هم پیشنهاد میکنیم شا انا میجام خیلی نمونیم کود دستش کدام طرف میرفت باشه کو بیا خودت میدونیم فقط دوری لالی را ای لالی بیرون کار نگی بیا مرمت تلفن نگیره میگه تلفن میگیرم خانه دار همه تلفن دارم من تلفن ندادیم میگه اینترنت هم که نشو همه رو میگیرم مبارک شوا مرمت خب بردی نوبتی بوی مرگن یا بردی دیگه توف میکنی یا که توف تمام شد بعد بابی تو تلفن که بچم بابی تو تلفن اینه من نیگو نو کرده دست من میدوزم اخیران بردی نهایی شاه جایزه انا همین بگیم بازی لاتریه تلویزور کی در برد میمونیم شد این همین رقم های خودت گرفتگی انا همی های هرم بچه بودگیز 0376 وای ای کی رو آوردی 03 کوب ما تصدیق کرد صاحب شای همینجا نشان ده این دفعه انیق کانورت میگیره کیه صاحبش کیه خودش بیای صاحبش خودش بیای خرسک اما بلیتو او بچه او خدار بلیت خرید که دیگه مبارک شوا یا که مبادو کانورت نگیری اوخی خرسک او شوا مبارک شوا خب بردهایی که رقماشون برآمدگی هست یک بار دیگه اعلام میکنیم 0064 تفال چای جوشانک خب 0128 پیچکه برقی 0001 پیچکه برقی پوفکنک 0122 نبار مرمت تا آخری بازی اگر همینجا باشن مرمت آمده توفهاشون هم بگیرن و دوستان گرامی قدر چنانه که گفتیم هر کار را آغاز و انجامی هست و اینک فرصتی اون رسیده است که نوبت رو باز به هنرمندان میدیم و پیش از آن که ما نوبت رو به هنرمندان میدهیم با شما نیز خداحافظی میکنیم در تحت یک سرود دلنواز اکمل تمایمراد مرحبا
جان از عمری ما آهنگی رفتن میکند این مهمانی ره گذر ترکینش من میکند این مهمانی ره گذر ترکینش من میکند شاد آمدی ای سالی نو بادا مبارک مقدمت شاد آمدی ای سالی نو بادا مبارک مقدمت بادا مبارک هر نفس بادا مبارک هر دمت بادا مبارک هر نفس بادا مبارک هر دمت کاش این سالی نکو اقبالی نو آرد به ما ای کاش این سالی نکو اقبالی نو آرد به ما از ملک غربت آورد پیارانی از مهن جدا از ملک غربت آورد یارانی از مهن جدا شاد آمدی ای سالی نو بادا مبارک مقدمت شاد آمدی ای سالی نو بادا مبارک